در گفتگو اشاره دیروزم این درگیری‌ها ادامه داشتند و طبق آمارهای رسمی حکومت کردستان تاکنون بیش از 1000 نفر در مناطق مرزی آواره شدند و بیشتر در مناطق سیلکان و کشدار بالکاکی هستند و در وضعیت بدی هم به سر میبرند و شب گذشته هم 3 غیر نظامی در سیلکان کشته شدند و 4 دیگه هم زخمی شدند و امروز هم نوزاد هادی استاندار اربیل از آوارگان دیدن کرد و وضعیت را خیلی اسفبار توصیف کردند و همچنین بیشتر هم سازمان‌های غیر حکومتی واکنش نشان دادند، ولی تا کنون حکومت اقلیم بیشتر سعی در فرو نشاندن این اوضاع داره و سعی میکنه که بیشتر محتاطانه عمل کنه، ولی انتظار میره که طی چند روز آینده بیشتر نارضایتی‌های مردمی بیشتر بشه و موجی از اعتراضات مردمی کردستان رو بگیره. ولی در کل میشه گفت که بیشتر این آوارگان بیشتر در مناطقی هستند که محل درگیری هست، مثلا بالکایتی که دیگه مرکز این درگیری ها هستند، بیشتر و خیلی هم خطرناکه، چون بیشتر سازمان ها گفتن که اگر واقعا به این منطقه کمک نشه ممکنه که خسارات بیشتر انسانی داشته باشیم. خبری دیگر از ایران: آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گروهی را مأمور حل